و ببینید که صف اینها که پروردگار برکتشان را بگیرد روز از روز زیاد می شود. یک گروه زنها، یک گروه مردها. آره بعضیشون میگن ما بیچاره‌ایم، ما زیر تهدید این کارها رو میکنیم، ما زیر تهدید. بمیرید بهتر نیست از اینکه تهدید شوید و این همه دروغ بگویید یا آبروریزی کنید یا 100 نفر در زیر نوارتان لعنت بفرستند. بعضی نفران دیگر همین گونه بیماری دارند که نمیتوانند به حقارت و به دشنام و به تهمت بایستند. اینها همین گونه بیماری روانی هستند که دیوانه هستند، بیچاره ها کم نیستند اینها. اما ما چی؟ من و شما که اینها رو تماشا میکنیم، ما رو چی به این مجبور کرد؟ یکی میگوید من زیر تهدیدم، دیگری میگوید من بیماری روانی ام، یکی دیگری میگوید من پول کار میکنم. من خودم شاهد بودم با یک خانمی که نامش رو نمیخوام اینجا ذکر کنم، گفته بودم تو خجالت نکشیده در چی خودت در یوتیوب تهمت میزنی؟ یعنی باز نوارهایت اینقدر بی‌معنا هستند. او میگه به نوارهای من کار ندار، زندگی من از پس یعنی به سبب همین نوارهایم هست. من نوار میکنم، در اونجا یگان چیز رکلام میکنم، بعد با همین زندگی میکنم که من شوهر ندارم و با همین راه من زندگی میکنم در داخل وطن. پس گفتم خیر بیچاره چی میگه او؟ یعنی چه سببش رو گفت یا گفتیم عذرش رو آورد که من با همین گونه حرام گفتن و دروغ گفتن و دیگر کارها پول کار میکنم، تو کاردار نشم، زندگی من این است که پناهش به الله. اما من و شما چی؟ ما چی از تماشابینی اینها؟ این همه تماشابین، این همه این نوارو دیدی اون نوارو دیدی، گفتم ما به الله چی میگوییم؟ عزیزان ببینید امروز احوال مردم را باید با چشم حقیقت دید. گل شکوفانی تاجیکستان را آنهایی میبینند که داخل گل هستند، آنهایی که در خارج هستند. شخصا من در روسیه بودم یا شمایان که در خارج هستید، اغلبیت مردم تاجیک را ببینید در چه حالت هستند و ما با دیدن اینها رفته حالتمون به کجا میرسد؟ با جای دیدن اینها چیزی ببینید که به حیاتتون فایده دهد، به کارتون، به زندگیتون فایده دهد. یعنی بعضی زنها هستند پختنشان، خوردنشان، همون روز کاری کردهشان رو قریب 1 ساعت نوار میکنن یا 40 دقیقه. اون رو هم چند خواهر دیگر میبیند. خواهر عزیزم بعد از دیدن نوار همون نفر چی فایده گرفتی؟ برای خود چی فایده گرفتی؟ زندگیت چگونه تغییر یافت؟ بای شدی، پولدار شدی، فرزندت یک باره دیگرگون شد، شوهرت مهربان شد، خودت یک باره با کار کلان ایستادی، چی شدی؟ یا برادری که مثلا چند نفر از همون بلاگرها رو میبینن که فلانی پولدار شد، فلانی بی پول شد، فلانی. بعد از دیدن شما چی تغییرات یافته در زندگیتون؟ تغییرات رو انسان با دیدن همین گونه آدم‌هایی که آخر این بیچاره ها از اینکه خودشون ناموفق هستن این گونه نوارها تیار میکنن با دروغ و با تهمت و با هزار یک نیرنگ دیگر.